به خاطر که مثل مرد نمیری باید مثل مرد زندگی میکردی احمق. چه نکنن؟ این خوب شد. پشت استانبول دق شده بودم. این آدم کی است؟ نامش پولاد علمدار است. با زندگی دومت خوش آمدی. پولاد علمدار. در هنگام حادثه یک دیپلمات ترکی در بین این موتر هنوز در کاران نوستی، اما برای بعض از امیال مثال خوب هستی. میخوایم روی خدا ببینم رئیس. من یادم نمیشناسم رئیس. من میشناسم. این پولاد احمق کی است؟ کی است؟